خوب ببینین برادرو اینجا کدام گوشه وطنمون است. کسی بیاید آفرین. اینجا کدام گوشه وطن است برای من. علیکم بر سلام. امیدوارم همه کسا خوب هستید. نه علی نیافتی. یوسف آفرین. یوسف یافتی. کدام گوشه وطنمون است گفتیم ما؟ برای که یکی گوید که از بام جهانم، دیگر گوید که خطلان است مکانم. مرا پرسن اگر خواهم چنین گفت که من یک تاجیک زبانم. لیکن کدام گوشه وطنم است؟ من تصمیم گرفتگیم که به هر گوشه وطن میرم. اگر اینترنت خوب باشد یک افیر میکنم بین 1 دقیقه 2 دقیقه که ببینیم که شما هم میدونه که اینجا کدام گوشه وطن عزیز ماست. سلام استاد میر محمد صبح‌الدین، زنده باشی. زنده هستی میر محمد صبح‌الدین؟ سلام استاد، باشید استاد. بچه‌های تنها السلام علیکم و رحمت الله و وحدت جان هست. زنده باشید. درست است اینجا وحدت های. زنده باشید. علیکم بر سلام. سلام باشید. بابای خولیگان زنده باشی. باباش زنده باشی. اینجا در حقیقت وحدت است. وحدت نگاه کنید، در حقیقت با یکی از منطقه های دلنشین تاجیکستان تبدیل یافته است. در حقیقت روز روز تاجیکستان عزیز ما می شود، خوشرو می شود و اینجا هیکل مادر میگن. هیکل مادر یعنی مادر نمان نفر هیکل مادر که میگیم اینجا هیکل مادر است. اینا هیکل مادر، انا این هیکل مادر نامگذاری کرده شدگی است. خوب این طرف آمدی تاکسی ها از طرف دوشنبه هستند. خوب باز چی رو در اینجا شما را من نشون کردم. السلام علیکم. اینجا شهر وحدت جان هست. درست است، شهر وحدت است. پیروز هستیم. سعادت پیربوز هستیم استاد. زنده باشید بودین. زنده باشید. سلام سلام باشه هنرمندان خلق توجیک. زنده باشه اکا. السلام علیکم. فرخ کنوی کی میشود؟ ان شاء الله میشود. سلام اکا نعمت. یکی همین کنو گرینی هسته. کدام کنو در نظر داری شما؟ تنها چو کرده این خیلی نگاه داریم. همه بچه ها سلام میگوید. زنده باشن همه بچه ها را سلام گوید. میر محمدو زنده باشه باباش. صد بروید خور نشید. برکت در کسب و کاری ما و شما. آمین الله. کزن انتظاری فیلم دیو. زنده باشه. سلام ایوان جون. و علیکم و سلام برادران عزیز من. اکنون یک فرصت میگیرم که روز من ماشین کم مکک بخشوتر بیراحت تر مونم تا نه که مثلا یک کار رو نصیحت گو بشویم. باید کاری کنیم که بر ضرر کسی نباشه. اکنون من ای ماشین یک بار میفرمایم به شما، شما میگم تا خودتون ببینید. خیلی جای زیبا است، جای دلنشین است. شهر وحدت در حقیقت یک شهر دیدنی است. انسان‌های بین‌النهاد بزرگ هم دارد. اوریون بانک نمودهای گوناگون خدمت رسانی در اینجا هم نگاه کرده دیده می شود. خوب زنده باشین برادران عزیز ما. دوستان عزیز
اینجا گفتم با شما که وحدت هستی، وحدت شهری وحدت هستی. با این خاطر وقتی مو فرار رسید خداوند نگهبانتون باشد، برکت در کسب و کارتون باشد، همیشه صحتمند و پیروز باشید. نور زندگی، نور آفتاب، نور مهر محبت در خاندانتون باشد و پیش از همه یک چیز رو فراموش نکنید. بیا تا زنده ایم قدری همدیگر بدانیم، یعنی در زنده بودن همدیگر رو قدر کردن رو. خداوند نگهبان.